بچم در حیات کاری را کردم که نابخشیدنیه. این چیز چندین زن و مردها را گریاندگیه، چندین اوله ها را پراکنده کردگیه. یگان پدر و مادر نمیخواد که اویلش پراکنده باشه بچم. نمیشه که مادر ما بخشیم دوباره زندگی کنیم. من روم نمیشود که این سخنه در قبیل بچم. رجب علی ایبرانی. السلام علیکم. خیلی بچه من راجع ساز چینج؟ نیست. شما چیکاره؟ من برم دای بچمه بخیر. رحمان پدر جون. بچه جونی من؟ چی باتی خیزی کی؟ چی بخمگینی ها؟ پدر جون؟ جونی پدر. تو که یک روز دفعه شما باشیم، یک روز دفعه شما دارم باشم. من بخوام که این پدر مادر همسیفون یک جای خوشبخت باشه. نمیشه که مادر ما بخشیم دوباره زندگی کنیم. بچه جون یگان پدر و مادر نمیخواد که فرزندش دور باشه. یگان پدر و مادر نمیخواد که فرزندش بدبخت باشه. یگان پدر و مادر نمیخواد که اویلش پراکنده باشه بچه. نیکی مادر رو در حیات کاری کرده گی بچم که هیچ امکانی بخشیدن نداره بچه جون. پدر جان مادرم چیکار کرد اصلا شما بخشیدش نمیتونه؟ شری پدر خوب میشود چیکار کردن مادر تا گناه مادر تا ای مادر خودش بپرسید. من روم نمیشود که این سخنه در قبیل بچم. من کمتر کار دارم اومدم که ببینم بچم با تبم بالیده شود. یگان چی در کار شد زنگ میزه با ما میگیرم میارم. هم بچم خواب احتیاط اختار. مادر جان آره بچم. شما چیکار کرده که پدر شما را اون من نمیبخشه؟ بچم در حیات کاری را کردم که نابخشیدنیه. این چیز چندین زن و مردها را گریاندگیه، چندین اوله ها را پراکنده کردگیه، چندین کودک‌ها را ای پدر و مادرش جدا کرده بدبخت کردگیه. این را نامش خیانت های بچم. اگر تو بچه به نام سیما باشی هیچ محل خیانت نکن. ای خیانت پرهیز کن. ای خیانت دور باش بچم. رجب علی ایبرانی.